درود نازنین. پیش از اون که به دل قصه فرو بریم چشماتو ببند و نفسی آروم بکش. بذار صدای شب تو رو از هیاهوی روز جدا کنه. همه چی آرومه، فقط منیم و تو و قصه امشب ما. اسم قصه امشب ما کار درست و کامل هست. سلطان محمود غلامی داشت که اسمش ایاز بود و این ایاز در نظر سلطان محمود خیلی عزیز بود. در زمانهای قدیم که برده فروشی رواج داشت، در جنگها از دشمن اسیر می گرفتند، بعد آنها را می بردند و در شهرهای دیگر به نام برده و بنده غلام و کنیز می فروختند. تا وقتی کسی این برده ها را آزاد نمی کرد، مجبور بودند نوکری و خدمت کنند و مانند حیوانات خرید و فروش می شدند. در میان این اسیران کسانی بودند که تا آخر عمر بردگی و بندگی می کردند. بعضی که هنری داشتند و کار مهمی بلد بودند کم کم خودشان را عزیز می کردند و به بزرگی و بزرگواری می رسیدند. همونطور که سلطان محمود غزنوی از این راه به پادشاهی رسید. ایاز هم پسرک سیاه پوستی بود که در یکی از جنگ‌ها اسیر شده بود و در شهرها خرید و فروش شده بود و دست روزگار اون رو به دربار سلطان محمود رسانده بود. اما از بس باهوش و زرنگ و درستکار بود، روز به روز در نظر پادشاه عزیز شد تا اینکه کم کم جزء ندیمان سلطان و محرم اسرار او شد. اما از اونجایی که ایاز همیشه همراه سلطان بود، دیگران به ایاز حسودی می‌کردند و می‌گفتند چه معنی دارد که سلطان به یک غلام سیاه اینقدر محبت داشته باشد؟ حسد هم نمی‌گذاشت خوبی‌های ایاز را بشناسند. این بود که بدگویی می‌کردند و می‌گفتند سلطان عاشق ایاز شده و از این حرفا. داستان محمود و ایاز از داستان‌های مشهور است و شاعران از این دو نفر مانند دو عاشق و معشوق یاد می‌کنند. سلطان محمود بارها هوش و فکر و درستکاری ایاز را امتحان کرده بود. ایاز هم نشان داده بود که از دیگران خیلی با ارزش‌تره. میگویند یک روز محمود و همراهان سوار بر اسب از راهی می‌رفتند و ایاز هم همراه آنها بود تا به صحرا رسیدند. همینطور که تند می‌رفتند، سلطان محمود فکری به خاطرش آمد و کیسه بزرگ پولی را که همراه داشت باز کرد و مشت مشت آنها را به زمین می‌پاشید و بی آنکه به پشت سر خود نگاه کند می‌رفت. وقتی چند دقیقه گذشت، سلطان به پشت سر خود نگاه کرد و دید همه کسانی که همراهش بودند عقب ماندند و تنها ایاز همراه اوست. محمود از ایاز پرسید یاران کجا هستند؟ ایاز گفت آنها از دنبال می آیند، مشغول جمع کردن پولها هستند. محمود گفت پس چرا تو دنبال پول نرفتی و همراه من آمدی؟ ایاز گفت آنها نعمت رو دیدن، خدمت رو فراموش کردن، اما من وظیفه‌ام خدمت است و سر کار خودم حاضرم. محمود گفت وقتی می‌بینی مال حلال من در صحرا می‌ریزد و از میان می‌رود، آیا نباید به فکر چاره‌ای باشی؟ ایاز جواب داد چرا؟ اگر کیسه سیر و سوراخ می‌شد و بیخبر می‌ریخت، من بایستی خبر می‌دادم. اما وقتی می‌بینم سلطان به اختیار خود آن را در صحرا می‌پاشد، فکر می‌کنم مصلحتی در این کار هست. محمود گفت مگر ممکن است پاشیدن پول در صحرا هم مصلحتی داشته باشد؟ ایاز گفت به هر حال من سلطان را صاحب عقل می‌دانم. چرا ممکن نیست؟ مثلا هرگاه دشمنی در تعقیب کسی باشد، طمع جمع‌آوری پول فاصله دشمن را زیاد می‌کند. محمود گفت اگر دشمن در تعقیب کسی نباشد چطور؟ ایاز داد وفای دوست را میتوان شناخت. با چند تا از این پیشامدها و آزمایش‌ها روز به روز ایاز در نظر سلطان گرامی‌تر میشد.
این بود تا اینکه یک روز که می‌خواستند به گردش و شکار بروند، سلطان محمود 20 نفر از امیران و درباریان را دعوت کرد و گفت فردا به شکار می‌رویم، آماده باشید. فردا که به قصد شکار حرکت کردند و از شهر خارج شدند، امیران و سرهنگان از اینکه می‌دیدند ایاز همه جا دوش به دوش سلطان محمود در جلوی آنها می‌رود ناراحت شدند و با یکدیگر گفتند این وضع خیلی بد است. سلطان این غلام بی کس و کار را همه جا با خود میبرد، حتی در شکار، در حالی که ما همه از او داناتریم و زرنگتریم و امیریم، سربازیم و از او بهتریم. بعد یکی را از میان خود انتخاب کردند که برود موضوع را به عرض سلطان برساند و بگوید. احترامی که ایاز دارد مانند توهین به امیران است و اگر ایاز برای خدمت در خانه بهتر است، در صحرا دیگران از او چابکتر و مناسبترند. این شخص اسب خود را جلو تاخت و اجازه گرفت و با سلطان همراه شد و به او گفت امیران میگویند اگر ما میدانستیم که محبت سلطان به ایاز دلیلی دارد شاید دیگر ناراحت نمیشدیم، ولی ماییم که کارهای بزرگ را به انجام میرسانیم و هر گزندی را از سلطان دور میکنیم. آن وقت این ایاز بر ما فخر میفروشد و هیچ دلیلی هم ندارد. سلطان محمود گفت صحیح است. حالا که چنین است آزمایشی میکنیم تا این موضوع روشن شود و اگر من اشتباه میکنم بدانم، اگر هم حق با من است گله ها از میان برود و دلیل این کار آشکار شود. بعد از این محمود فرمان ایستاد و درختی را که 1 میدان دورتر بود به ایاز نشان داد و به او گفت گوش کن ایاز، آن درخت را میبینی؟ زود برو پای این درخت و رو به درخت بایست تا با صدای به هم خوردن شمشیرها و نیزه ها تو را خبر کنم. آن وقت شمشیرت را زیر درخت بگذار و خودت برگرد. ایاز گفت اطاعت می شود. بعد با اسبش تاخت و از سلطان و امیران دور شد و رفت زیر درخت منتظر ایستاد. در این وقت سلطان محمود امیران را دور خود جمع کرد و گفت امروز میخواهم به کمک هم یک مسئله را حل کنیم و اگر اشتباهی در قضاوت خود داریم برطرف کنیم. همه امیران گفتند فرمان با پادشاه است. سلطان گفت گوش کنید، شما همه در چشم من عزیز و گرامی هستید، اما برای اینکه کار ما نظم داشته باشد باید یکی را از میان خودتان انتخاب کنید که به او اعتماد داشته باشید. این کار را باید زود انجام دهید. همه گفتند فرمان با سلطان است. رأی گرفتند و 1 نفر را انتخاب کردند. او همان کسی بود که پیغام امیران را به سلطان رسانده بود و از همه سالمندتر بود و همه به راستی و خیراندیشی او ایمان داشتند. سلطان به او گفت حالا تو نماینده 20 امیر هستی. بیا تا 50 قدم از همه فاصله بگیریم و کار خود را شروع کنیم. امیران 50 قدم دورتر ایستادند. سلطان آهسته به آن امیر برگزیده گفت نگاه کن. در آن جاده‌ای که از دور پیداست کاروانی می‌گذرد. من می‌خواهم بدانم آن قافله از کجا می‌آید. باشه تا برو خبرش را برای من بیاور. آن امیر به تاخت رفت نزدیک قافله و موضوع را از بزرگ کاروان پرسید و با سرعتی که زودتر از آن امکان نداشت بازگشت و گفت پادشاه به سلامت باشد. قافله از خراسان می آید. سلطان پرسید نفهمیدی به کجا می رود؟ گفت نپرسیدم. گفت بسیار خوب، تو پهلوی من باش. سلطان یکی دیگر از امیران را خواست و گفت آن قافله را می بینی؟ برو تحقیق کن ببین به کجا می رود. آن امیر با سرعت تمام خود را به قافله رسانید و موضوع را پرسید و بازگشت و گفت قافله از خراسان می آید و به مدینه می رود. سلطان پرسید ندانستی چند نفر در قافله هستند؟ گفت نپرسیدم.
گفت بسیار خوب، همینجا بمان. بعد امیر سوم را خواست و گفت آن کاروان را میبینی؟ میخواهم بدانم چند نفر همراه قافله هستند. زود برو خبرش را بیاور. امیر سوم رفت و برگشت و گفت آنها 180 نفرند. از خراسان به حجاز میروند. سلطان پرسید نفهمیدی مسافرند یا تاجرند و چه چیز به حجاز میبرند؟ امیر گفت نپرسیدم. سلطان گفت بسیار خوب، همینجا ببان. بعد امیر چهارم را صدا زد و گفت آن قافله را میبینی؟ آنها از خراسان به حجاز میروند. میخواهم بروی تحقیق کنی و ببینی مسافرند یا بازرگانند و بارشان چیست. امیر چهارم اطاعت کرد و به شتاب اسب راند و از قافله خبر آورد و گفت بیشتر آنها بازرگانند و از خراسان دیگ‌های سنگی، پارچه‌های ابریشمی و فرش و قالی و پسته و بادام به کشور حجاز میبرند. سلطان پرسید نفهمیدی از خراسان چه روزی حرکت کردند و چند روزه به اینجا رسیدند؟ گفت نپرسیدم. گفت بسیار خوب، پیش ما بمان. سلطان یکی یکی امیران را خواست و هر یکی را با سؤالی فرستاد و هر یکی رفتند و بازگشتند و جواب آن پرسش و چند خبر دیگر را آوردند. آن وقت سلطان گفت حالا به اصل مطلب میرسیم. این شخص که برگزیده شماست حاضر است و شما همه هستید و چگونگی کار را دیدید. حالا شمشیرها و نیزه ها را به هم بزنید تا به صدای آن ایاز بیاید. چون این کردند و ایاز زیر درخت منتظر بود. از این خبرها و حرفها بیخبر بود. با شنیدن علامت همانطور که دستور داشت شمشیر خود را به درخت آویخت و خود نزد همراهان شتافت و سلطان در حضور همه امیران به ایاز گفت ای ایاز، آن کاروان را میبینی که در آن جاده میرود؟ میخواهم بدانم آن قافله از کجا میآید و به کجا میرود. زود برو خبرش را بیاور که میخواهیم حرکت کنیم. ایاز اسب خود را تاخت و کمی دیرتر از دیگران بازگشت و گفت سلطان به سلامت باشد. قافله از خراسان میآید و به کشور حجاز میرود. سلطان پرسید نفهمیدی چند نفرند؟ ایاز گفت پرسیدم. 170 مرد و 10 زن. سلطان گفت ندانستی مسافرند یا تاجرند؟ ایاز گفت پرسیدم. کمی از آنها مسافرند که به حج میروند و بیشتر بازرگانند. سلطان گفت چه خوب بود که میپرسیدی در بارها چه دارند که به حجاز میبرند. ایاز گفت پرسیدم. آنها پارچه‌های ابریشمی، فرش‌های خراسان و دیگ‌ها و ظرف‌های سنگی، پسته و بادام، میوه‌های خشک همراه دارند. سلطان گفت نفهمیدی کاروان چه روزی حرکت کرده است؟ ایاز گفت چرا؟ آنها روز 7 ماه رجب حرکت کردند. 2 ماه است در راه هستند. 1 هفته هم در شهر ری برای خرید و فروش مانده‌اند. سلطان چند چیز دیگر را هم پرسید و ایاز جواب داد. آن وقت گفت بسیار خوب، شمشیرت کجاست؟ ایاز گفت به آن درخت آویخته‌ام. گفت برو شمشیرت را بیاور، میخواهیم حرکت کنیم. وقتی ایاز دور شد سلطان محمود به امیران گفت باید سخنی بگویم. دلیل دوستی مرا پرسیدید و نتیجه آزمایش را دیدید. شما 20 امیر بودید و ایاز 1 غلام سیاه. من یکی یکی شما را به کار فرستادم و ایاز خبر نداشت. اما جوابها و خبرهای شما ناقص و ناتمام بود. هرچه او تحقیق کرد شما هم می توانستید اما نکردید و همان 1 پرسش را آوردید. من نمیخواهم هیچ کس را سرزنش کنم. شما بسیار هنرها دارید که ایاز ندارد و بسیار کارها می توانید که او نمی تواند. اما کاری را که می تواند و از دستش برمی آید درست و کامل می کند. آیا توضیح دیگری لازم هست؟ نماینده امیران گفت گواهی می دهم که حق با سلطان است. کسی که کار خود را هرچند کوچک و ناچیز باشد درست و کامل انجام می دهد
هر که باشد و هر جا که باشد عزیز و گرامی هست و خواهد. پایان قصه امشب ما. امیدوارم از قصه امشب ما خوشت اومده باشه. شبی آروم و راحت برات آرزو مندم. در پناه حق باشید.